دهمین سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم ما هم یه تست فصل سوم حل بکنیم. سوال به ما گفته که ریشه ششم مثبت عدد 8 به توان 2x به علاوه 1 با ریشه دوم مثبت 1 دوم به توان 2x برابره. مقدار x رو باید حساب بکنیم. خب می نویسیم رادیکال فرجه 6 8 به توان 2 در x به علاوه 1 مساوی میشه با رادیکال 1 دوم به توان 2x. خب بچه اولین کاری که میکنیم به جای 8 میذاریم 2 به توان 3 و توانش رو ضرب میکنیم. میشه 2 به توان 6 در x به علاوه 1. به جای 1 دوم هم مینویسیم 2 به توان منفی 1. میشه 2 به توان منفی 2x. اینم فرجه 6 بود. حالا فرجه 6 با توان 6 ساده میشه. سوال به ما گفته که ریشه مثبته، پس احتیاج به قدر مطلق نداریم. میشه 2 به توان x به علاوه 1 مساویه با توان 2 با رادیکال میره 2 به توان منفی x. پایه ها ثابت، توان ها با هم برابر، پس x به علاوه 1 مساویه با منفی x. 1 مساوی میشه با منفی 2x، در نتیجه x مساوی میشه با منفی 1 دوم.